همداران عزیز سلام علیکم. دیروز پسر من از ولایت سوخت برگشت آمده. از راه از بزرگچه ناحیه سپیتامین که اونجا اکثریت خربزه‌های ازبکستان میفروخته می شود، یک تا خربزه گرفته دستاویز آورد. نرخ این خربزه 100 سومونی بوده است در همونجا. وزنش تخمینا از 20 کیلو زیاد است. درازه‌اش 70 سانتی متر هست. 70 سانتی متر هست. و حاضر بریده مزه‌اش رو میچشیم. و با خود دوی من سوال میتیم برای چی در تاجیکستان همین خیلی خربوزه را نمیتونیم؟ چی سیری دارد که در ازبکستان میشود در ما میده تر میشود، این خیلی کلونش نمیشود؟ یا زمین های با یا مخصوص برای خربوزه نغز است، با مانند که زمین های ترسونزاده برای انگور بنیاد نغز است، یا یکم سیری پرورش خود را دارند که نمیگویند. همین خیلی خربوزه های 100 سومونه بینید اینا. یک بریده بینیم مزه‌اش رو چشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اکنون یک از پپسیچکو گفت که امسال خربوزه شیرین نخوردیم، تربوز شیرین هم نخوردیم. در حقیقت با مانند خربوزه‌ای که سال گذشته شیرین بود، اون خیلی شیرین نه. برای فطر مسکن نمیشود. چون که مزه شیرین نه. دیگه افتش بینید 100 سومونه. من فقط فکر میکنم که برای چی این خیلی بسیار خربوزه‌ای بنیاد نمود ظاهرشون بنیاد خوش صفت و شیرینیش هم سال گذشته شیرین بود، این سال نه. من ولی آرزو داشتم که دانه این رو گرفته خوش کرده سال آینده میکارم که نه، برای که شیرین نیست. همزیاران عزیز، همین خربوزه ازبکستان خربوزه 100 سومونه بود. وزنش تخمینا 20-25 کیلوگرم، درازه‌اش 70 سانتی متر. این خیلش 1 2 3 60 سانتی متر. این خیلش هم 60 سانتی متر کلان دیامترش. چون که دستی من 20 باشد 1 2 این خیلش هم 70 گویی ما می شود. من هم دوران عزیز بود، این بود خربوزه ازبکستان. در پناه خدا باشید.